ای مردم خنده باید کار نداری. ای مردم سوال با جواب حالتان بده. میخندن تو چی قدر خیل یک مبلغ تاجیره شرکت فراز عبدالله چی زیرا خیل یک تاجیره میبیاری به یک مقامدار دولتی برابر میکنی عقل گجاست تمیز گجاست دانش گجاست شعور گجاست منطق گجاست شما از چی گپ میزنید خب ما رو با کامپیوتر بنده پیوست کنین الو سلام علیکم یوتیوب خاموش کنین صحبت ادامه تیم سلام علیکم. یوتیوب خاموش کنین اول یوتیوب خاموش کنین ما را با تلفنتون گوش کنین از یوتیوب نه حاضریت دقیقه یک دقیقه برادر. کامپیوتر اتاق کاری خاموش سلام کنین علیکم بابای بهروز علیکم چش مساستین. سلامت باشین تشکر میگذاریم به سوال اولی برنامه به موضوع اساسی استقلالیت یک جانی میگذاریم. نه درست است فقط برای همون نسل زاده استقلالیت میرسوندین است حرفای درست رقم‌های درست تا که دیگر اشتباه نمیکنن واقعا شرمندگی است عیب است برای ما جوانای زاده استقلالیت که اصلی هدف نمیفهمیم. بیا میگذاریم بالای همون سوال اول وای دارایی های آن وای سوالی که دادید دارایی های منصبداران تاجیک بیا میگذاریم مرحمت گفتن دارین. من راستی پیش از اونی که در همین سوال شما پاسخ گویم یک سوال داشتم نه که مردانوار یعنی آواز مرا قطع نکنین اگر که بحث عادلانه است بیاید یک و میوایه رعایت کنیم. بفرما بعضی حالت بشه که شما هم استودیا را مونوپولیا میکنید اوضاع ما را قطع میکنید. استودیا من راوی هستم و کنترل نظارت زیر دست ما است. اینجا حکومت رحمان نیست مونوپولی باشه. بفرما. برای همین بابای بهروز بله بیا یک مرتبه اساسگذاری گروه 24 را دارایی‌هاش یک بار به مردم گوید که چقدر مبلغ‌های مردم تاجیکستان که شرکت فراز دزدیده گرفته به اروپا رفت. اثبات بیا مرحمت کن اثبات ما اثبات هم میگم اثبات میستم اثبات در یکی از برآمدهایش خودی نماینده های گروه 24 مخصوصا حسین اشرف اونا و برادر دیگر ظفر خودی عمر علی قوتوف در برنامه های پیشینش قید کرده بود که من دارایی دارم که هفت پشتم بخره بس است. بعد من با پول شما نیاز ندارم گفته با مردک تجار بود. ای جوان خوب او جوان تاجر بود. آیا رستم رحمانوف تاجر است؟ لند کروزر قطع میگرده مرسدس بنز پاسلات مدل 2021 تاجر است یا کی نه؟ مرحمت او مردک تاجر بود. تاجر اگه جورا سوال ما در خصوص جواب بده. آقا سوال دا جواب دادم. چون من تا این روز از دارایی زید سعیدوف گپ نمیزنم برای که تاجر بود. چون من از دارایی امید 88 گپ نمیزنم چون تاجر است. یا که رحیم غرمی میگن چون تاجر است و ده ها صدهای دیگر که تاجرن اونها واقعا تاجرن حلالشون بود. یا که این سید مراد دولت میگن میلیونر تاجیک چون تاجر هستن من با اونها کاری ندارم. اما چون اونها مسئولان کشور هستند پرزیدنت تاجیکستان یک نفر منصبدار دیگر از داراییش در جمع برادر یک پرزیدنت چند هزار سومان معاش میگیره؟ بیا ما کجا میدونم پرزیدنت چند معاش میگیره؟ چرا نمیدونی؟ چرا معاش پرزیدنت پنهان است؟ چرا معاش پرزیدنت چرا در دولت دموکراسی آخه این اولی میکنم دارایی‌های ای جناب ای بچه که چقدر مبلغ شرکت فراز و خارجه ای جوان خوب دروغ میگوی اون شرکت فراز مالی خودش بود ای بچه آخه شرکت فراز مالی حسنی اسدالله نبود مالی خودش بود مالی حسن نبود که دزدیده باشه نبود که مال خودش نبود. کی بود؟ مال خودش نبود. کی بود؟ و یه مقدار مبلغ کلان دزدیده گیت مالی کی بود؟ اوی دروغ بینه بنام خدا در روی اکران در نزد 3000 آدم آشکار سرخ نمیشوند میگن فراز آخه فراز مالی حاجی عمر بود برای شمس الله صاحب پرس آخه بگو ای کی دزدیده شرکت برای او
شما امروز نماینده های گروه 24 این اساسگذار گروه 24 این عمرالی قوات است که یک مقدار مبلغ کلان شرکت را دزدید فریبکاری کرد ایو با اندازه بسوادان مردک تاجیر بود میلیونر بود پول کار کردش میگن شما دزدیدین ای خدا بشرمین ایزو بکشین ای حیف شما جوانا ای باید که تاجیکستان آزاد کنم او تاجیکستان آزاد است آخه ایره بینی او دزدی نکن غارتگری نکن در تاجیکستان آزادانه زندگی معاش رهبر کشور چند سامانی است من از من جواب تا بتم من جواب شما را بتم من جواب ایتل جواب بتم سوال ما در جواب تم ما در سوال شما جواب میتونم چقدر مبلغ عمرالی قواتوف دزدید برآمد رفت تاجیکستان بعد ما دارایی های منصبداران تاجیکستان 200 میلیون دلار از شرکت فراز که مال خودش بود با طور مثال گرفت خارج رفت هم جواب داری اینا 200 میلیون یا جواب داری نه برای چی چون شرکت مال خودش بود این جوانی بسواد چه بگو این خیلی تحقیرآمیز نگو برادر وقتی برنامه میکنی سوال میتی میخوای پاسخ بگیری اگه با سوال و پاسخی با سوالی وای تماشابینان هم خوب گوش بنداز آخه سوالی تو منطقی نیست اینجا خودت چیکار هستی خودت چیکار هستی که سوالی تو منطقی نیست اون نفر تاجر بود نماینده کدام وزارت نبود وزیر نبود در نماینده نبود درست وقتی در شرکتش خصوصی بود آیا شرکتی خصوصی که میتونه شریک بدن با چند نفر قطعی کی شریک بود همشریکی خود کی شریک داد همشریکی خود کی دروغ گفت کی همشریکی خود کی همشریکی کرد برآمد رفت کی همشریکی شما هم پیروان کی همشریک کی فریب کرد همشریکش کی فریب کرد همشریکش کی فریب کرد کی همشریکش شما آخری نمی هزارو جوان فریب کردید ما ایران سری دورایی اولی بستنده دوروش آخی تو رایگاه اصلا ای دورایی پرسیده اولی بستنده یه دقیقه صبر کن همین یه بار یوتیوب بی چخه به حال میخنده مردم دیده سی کامنتورا به حال همین بخنده شرم میکنه همین جوان کسی میخنده نمیخنده او بلا با پسی ویو هر کسی میخندن ای مردم به حالتون میخندن تو چی خیل یک تاجیره میبیاری به یک مقامدار دولتی برابر میکنی عقل گجاست تمیز گجاست دانش گجاست شعور گجاست منطق گجاست شما از چی گپ میزنید آخی اون مرد وای یک غارتگر بود هزارو غارتگر دیگر در بری خودش جمع کرد مثل شما امروز سری مردم گران کرده داشتین و همین سوالای پوچ و بردروغ و معاش پریزیدنت چقدر است؟ تو برای یک مسئله دیگه صحبت بکن معاش پریزیدنت چقدر است؟ ای بچه خبر اخباره که قراری حکومت هم نگفتم ای جوان من قراری حکومت برای مردم گفتم من اون گپی زیادی گفتم حکومت قرار قبول کرده است کمیته انداز که تا 1 اپریل باید دارایی منصبدارا حساب کرده شود من از رسانه رسمی حکومت گرفتم گناه من چیست پس او ابله که این خبر برو بردم نه تو کارگری حکومتی من شهروند من چی کار دارم بده اونا این سوال آقا چقدر من چی کار دارم من شهروند تاجیکستانم حقوق و آزادی من هست که من طلب کنم من امر بتیم من حقوق من هست حق قانونی من هست شما بخونین همون سرقانونی پدرنلت که رحمان امضا گذاشته نمیدونین آخه چی مرا محروم میگه تو کارو چی کاری من چی من هستم که دولت هست من هستم که ملت حکومت هست من هستم که رحمان رهبر است او جوان دیگه است که رحمان رهبر است بدون ملت دولت ساخته نمیشود پس ملت است که رحمان رهبر است برای ما بگو که دارایی که رحمانوف داره است کدام حساب است نمیگوی معاش رحمانوف چی قدر است نمیدونی اما دایش کار ندارم اما دایش کار ندارم آخه بخره کار نداری بار نداری چی کار داری مدام که کار نداری سواد نداری نمیدونی چی گم کرده
تو چی کار داری در معاش رحمانوف؟ تو چی کار داری؟ ای مردگی من شهروند تاجیک یک مسئله دیگه، یک مسئله که شو که شاوخوار باشه، یک مشکلی را حل کنه. این کاری تو یک مشکلی را حل نمیکنه اخی. این سوال به منطق به مضمون تو چی را حل میکنه نه برادر؟ آخی اون او 4 میلیارد کی قرض داره، من میگم 15 میلیارد از اروپا بیاره بوتیا در تاجیکستان رحمانوف دزدیده 16 میلیارد. قرض ملت چی کار داری؟ در قرض دولت چی کار داری؟ و دلت برای قرض تاجیکستان میسوزه؟ بیا اینا در تاجیکستان خدمت کن. میرم شهرداری دوشنبه را خالی کنین و نشو برات. رستم رحمانوف گم کنه، من میرم خدمت برای ملت میکنم. دلت برای تاجیکستان میسوزه. دلم برای تاجیکستان میسوزه. دلم برای تاجیکستان شهرداری دوشنبه را از وظیفه گم بکنه به سواده، من میرم شهردار میشم برای ملت خدمت میکنم. تمام؟ میتونی کدا؟ نمیتونی. سلامت باشی، تشکر زیاد. دل سوادای نمی ای بیابان و خیابان اومدین. دلم میسوزه برای ملت. من خدمت میکنم برای ملت. بیان خالی کنین وظیفه را. من نمیتونم برم درخت بشنونم او بیارم. نه، من واقعا خدمت میکنم. خالی کنین. وزارت های کمیته است، اداره است، ساختار است، خالی کنین بریم خدمت کنیم. دیگه دعوتون چی است؟ ای دیونه روی ای به سواد بی یا وظیفه دارن یا درس میتین یا روبرن یا وای کسی که بعد از انقلاب راهبر میشه و کو باور کنین اینقدر دشواری بالاش خطی به سواد. این جوانا رو باید چیکار بکنی؟ یا منقور شدگن مکتب بسازی، باید مدرسه بسازی یا درس میتی. این چی میگه؟ دارو میگه تو چی کار داری با معاش رحمانوف؟ و من شهروند تاجیکستانم، من شناسنامه تاجیکی دارم، چه خیمه کار ندارم.